وقتی که همسر عمران حامله دار می شود، وی صدقه میکند و به خداوند دعا میکند که یا الله، این صدقه که من کردم خالصانه برای تو است. بر عوض این من یگان چیزی دنیایی، یگان مال، یگان دولت نمیخواهم. تنها میخواهم که همین کودکی رو که من انتظار هستم، همون فرزندی که من انتظار هستم، وقتی که به دنیا آمد خاصه برای تو، برای عبادت تو مشغول شود، نه چیزی دیگر. و خداوند بهتر میدانست. و وقتی که همسر عمران این فرزندی که انتظار بود به دنیا می آورد، تولد میکند، وی دختر تولد میکند. و وقتی که وی دختر تولد میکند، به همگان معلوم است که دختر این پسر نیست. و مادامی که آنها میخواستند که آنها که پسر انتظار بودند و میخواستند که فرزند آنها در مسجد به خداوند سجده کند، خدا را عبادت کند و پهن کننده دین خداوند یکتا باشد، ولی آنها راه افتاده نشدند و گفتند که ما نیت کردیم هر آن چیزی که خداوند برای ما داد ما با آن شکر میکنیم. ولی خداوند بهتر میدانست. آنها به فرزند خود، به همان دخترچه خود نام مریم ماندند. نام او را مریم ماندند و او خیلی دختری پاک سریشت، پاک دامن و خیلی با تربیه و خیلی خدا ترس بود و همین گونه به وایه می رسید و خداوند دعای آنها را قبول کرده بود. و مریم در نزد یکی از پیامبر زکریا علیه السلام درس می گرفت، یعنی که استاد او پیامبر بود. این همش نقشه های خداوند است. خداوند گرچنده که آنها پسر انتظار بودند ولی دختر تولد کردند، خداوند بهتر میدانست که برای آنها دختر بهتر است یا اینکه پسر. و زکریا با خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودند، حضرت زکریا علیه السلام رزق خود را از معاش هر روزه خود می گرفتند، یعنی که همون روز چیزی که همین روز چیزی که می یافتند از همون استعمال میکردند. و در مسجد حضرت زکریا علیه السلام یک حجره ساختند، یک حجرچه ساختند مخصوص برای مریم، تا اینکه او بیاید در همانجا به مانند دیگران در همان حجره عبادت کند، به خداوند سجده کند و خدا را ذکر کند. و همه وقتی که حضرت زکریا می آمدند یا اینکه می رفتند، همه وقت مریم را در حالت سجده، در حالت عبادت در می افتند. و روز وقتی که حضرت زکریا علیه السلام به همان حجره آمدند نزد مریم، دیدند که نزد او میوه های ایستاده است و آن از آن میوه ها استعمال دارد، لیکن آن وقت همان دم موسم این میوه ها نبود. دسترس کردن این میوه ها خیلی دشوار بود، حتی ناممکن بود، هم گویم اشتباه نمیکنیم. و حضرت زکریا از مریم پرسان شدند که این میوه ها را از کجا یافتی؟ کی آورد به تو اینها را؟ بعد مریم به حضرت زکریا علیه السلام گفتند که استاد، برای چی این میوه ها شما را به تعجب می آورند؟ برای چی اینها فکری شما را پریشان میکنند؟ اینها رزق من است که خداوند برای من داد. برای الله یگان مشکلی نیست. در یگان کار دنیایی هر چیزی که الله خواهد همان را میکند. یعنی که گرچنده که حضرت زکریا علیه السلام پیامبر بودند، لیکن فهمش مریم را بینید، چنان فهمیش، چنان عقل را خداوند به او نصیب کرده بود. و حتی حضرت زکریا، حضرت مریم درس می گفتند و حتی حضرت زکریا نیز از مریم درس می گرفتند. و همینطور همان دمی که این سخنها را حضرت زکریا علیه السلام از مریم شنیدند، به خود فکر کردند، زیرا آن کس در آن حالت بودند که خیلی سال رفته بودند، سن سالشان رفته بود و نمی توانستند که فرزنددار شوند. و به خود فکر کردند که بین که این دختر چی میگوید،
خداوند توانا است. برای خداوند یگان با انجام رساندن کارهای دنیوی یگان مشکلی ندارد و دعا کردند. همان دم رفتند در مسجد دعای کردند به خداوند که یا الله خداوند از تو طلب دارم که برای من نسل نصیب گردانی. و همان دم به حضرت زکریا علیه السلام فرشتگان جواب خداوند را آوردند و به او پیام رسانیدند که تو فرزنددار میشوی، پسردار میشوی و نام او یحیی خواهد شد و او نیز پیامبر خدا خواهد بود. و روز مریم از همان حجره که در مسجد بود برآمدند و به طرف شرق روانه شدند. و وقتی که به طرف شرق روانه شدند از خانه خود دور شدند و آنجا بعد چگونه نشستن آفتاب مشاهده میکردند و خدا را عبادت میکردند، ذکر خداوند میکردند. و همان دم یک مرد خیلی زیبای به نزدشان آمد و وقتی که آن مرد به نزد مریم آمد و حتی به سخن گفتن آغاز نکرده، مریم من از تو به سوی خداوند پناه میطلبم. اگر تو عقل داشته باشی، ادراک داشته باشی و خدا ترس باشی. بعد از این سخنها آن مرد که حضرت جبرائیل بودند، آن کس افت خود را میگیرند، به حالت خود برمیگردند و با مریم پوف میکنند و میگویند که این الکی خواست خداوند است. خداوند الکی خواست که این گونه شود و تو حامله دار هستی و اکنون دعای کنی، خواهش کنی هم این را دیگر کرده نمی شود، زیرا این خواست خداوند است. بعد مریم با حضرت جبرائیل گفتند که آخر این چگونه است؟ چگونه من فرزند داشته میتوانم؟ با من که یگان مرد نرسیده است، من که سبک پا نیستم و چگونه من میتوانم که فرزنددار باشم؟ بعد حضرت جبرائیل میگویند که خداوند توانا است، خداوند بهترین است، خداوند بزرگ است و این کار برای خداوند تو هیچ مشکلی ندارد، تو حامله دار هستی. و وقتی که مریم حضرت عیسی علیه السلام را تولد کردنی میشوند، فرشتگان مریم را به زیر درخت خرمای میبرند و آن وقتی که تولد میکنند از درد تولد کردن چنان فریاد میزنند که میگویند که ای کاش من پیشتر از این میفهمیدم و هیچ کس مرا نمیشناخت. و حضرت جبرائیل به مریم میگویند که خداوند ای مریم والدین تو نیت کرده بودند که فرزند آنها پهن کننده دین خداوند پهن کننده دین خداوند می شود و خداوند تو را بین همه زنهای دنیا انتخاب کرده و خداوند می خواهد که از تو یک انسان بزرگی برای تمام نسل آینده دنیا سازد. اما تو میگویی که ای کاش من میمردم و کسی مرا نمیدید، نمیشناخت. و حضرت جبرائیل میگویند که این درخت خرما را که میبینی او را جنبان و به تو خرماهای نو پخته رسیده میافتد. و هنگامی که مریم با حضرت عیسی علیه السلام به خانه خود برمیگردند، به نزد آدمان به آن کس میگویند که ای مریم تو چیکار کردی؟ این چیکاری بود که تو کردی؟ زیرا پدر و مادری تو این گونه نبودند. آنها که انسانهای خوب بودند، آنها که انسانهای راست قول بودند، پاک دامن بودند، لیکن تو این چیکاری بود که تو کردی؟ بعد مریم به آنها میگویند که من امروز صدقه دادم و با هیچ کس حرف زدن نمیخواهم و به سوی آن کودک یعنی که به سوی حضرت عیسی علیه السلام اشاره میکنند. بعد آنها میگویند که آدمان به سوی مریم میگویند که آخر ما با این کودکی که در گوهره هست چگونه گپ زنیم؟
بعد با خواست خداوند حضرت عیسی علیه السلام که حالا کودکی نوزاد بودند به سخن می درآیند و می گویند که به خداوند قسم که خداوند به من جان داد و به من خداوند مرا پیامبر کرد و من فرستاده او هستم و مادر من از همه آن چیزهایی که شما میگویید پاک است. و همین طور آن نیتی که عمران با همسر خود کرده بودند جامعه عمل می پوشد و فرزند آنها یکی از فرزندهای بهترین و نمونه برای تمام مردم دنیا می گردد و همین طور عیسی علیه السلام به دنیا می آیند.